سلام بچه ها، یکم میخوام درد و دل کنیم. درد و دل این روزگار زمونه. اصلا دنیای عجیبیه. خیلی سختی، رنج، درد، عذاب، بیانگیزگی، اصلا کل چیزا. اصلا به زندگی نگاه میکنم اصلا بغضم میگیره. الان 17 سالمه. درس، سر کار، بدهی، قسط، زندگی، خورم، پدر مادر، از اون سمت اصلا مغز داغون. به جایی که مغز پر باشه داغون. از این سمت اگه بری مدرسه سر کار نری، آقا میگی مدرسه آیندت نمیشه. سر کار بری مدرسه نمیتونی بری، حمال میشی. نری قسط داری، بمونی خونه، مام بابات بهت گیر میدن، قر میزنن یه جوری که اصلا خودت دوست داری اصلا بری کلن از خونه بمونی. گوشی میخوای کسب درآمد کنی، نمیشه، قر میزنن. چرا اینجوری؟ نمیدونن آقا. ما 50 تا فکر تو این مغزه، هزاران فکر میکنیم تو این مغز، هزاران درد، رنج. چرا اینجوری نمیشه؟ من هزاران کار انجام میدم بازم نمیشه، بازم قر میشنم، بازم از یک طرف امتحانات تموم میشه، امتحانات یه طرف دیگه مغزم نمیکشه. سر کار، قسط، بدهی، اون سم اصلا داغونیم. یعنی الان تو این سن اصلا نباید، اما کلا داغونیم. نکنی سر کار نری، هی جنس گرونتر میشه، ماشین گرونتر میشه، سر کار بدوی، باید گرگ باشی بدوی. خسته میشه آدم، پیر میشه، رنجیده میشه. اصلا کارگری میکنی کمرت میشکنه، از صبح تا شب درس باید بخونی. اگه مثل ما باشین، اگه بعضیاتون پدر مادرتون زیاد متوسط رو به پایین باشن، میفهمید چی میگم. باید 24 ساعت سگدو بزنی. الان آدم فضایی باز، بالوشونی خونی، این رفت ذره درد و دل کنم، اعصابم خود شده، اصلا کلا زدم بیرون. امتحانات تموم شده، از اون سمت سر کار، خستگی، خماری، اصلا بده، اصلا حس بدیه. نگاه میکنم به زندگی اصلا یه چیز دیگه است. میخوام، منم فکر خیلی بزرگی دارم، مهاجرت، آینده خوب، پولدار بودن دارم. من سختی دارم میکشم، دارم کار میکنم، زحمت میکشم، هم درس، هم کار، هم قسط، هم بدهی، هم همه چی. اما بازم توی وقتا انگیزه آدم نابود میشه. وقتی سرت قر میزنن، کاری میکنن، اون میگه اونجوری، بی انگیزه میشه. وقتی انگیزه نباشه نمیتونی کار کنی. مهم انگیزه است. انگیزه نباشه نمیتونی. انگیزه مهمه. انگیزه نباشه نمیتونی کار کنی، نمیتونی زحمت بکشی. 2-3 سال تو یوتیوب سگدو بزن، 24 ساعت محتوا بساز. 2-3 سال وقتمو گذاشتم تو هزاران چنل، اما چی؟ موفق نمیشم. یکی به یک اعصابم خورد شده. این همه زندگی وقت گذاشتم، یادم 1 سال، اما نمیدونم قسمت، سرنوشته، خدای نمیدونم چی برام رقم زد. این همه دانش بازم، یعنی خدا هر راهی من میرم یه بنبستی توشه. نمیدونم سرنوشته چیه، خدا میدونه. کلا میخوام موفق شم، نمیدونم. دوست دارم یا صفر باشم یا سر کار کنم. 24 ساعت سر کار، درس، زندگی، قد زدن اون، بیورزگی اون. اصلا 200 تا تو مغزمون، کلا 200 تا فکره. ساعت 4 صبح پاشو سبزی بفروش تا ساعت 8 شب. یه روز برو مدرسه، یه روز نرو. پنجشنبه جمعه 24 ساعت سر کار باش. ساعت 12 به بعد برو مترو دستفروشی کن. خسته بیا مدرسه، نمرات پایین، تجدید. با اینکه درسم هم خوبه نمیتونم درس بخونم. سر کار از قسط، از بدهی، از سر کار نری،
میگن علافی، تو خونه میخوای یوتیوب کار کنی علافی، همش تو گوشی، زندگی علافی. نمیدونم چیکار کنیم که علاف نشیم. اصلا دوست دارم نکن برم بالای کو، بی خیال همه چیز، بی خیال همه چیز، اصلا بدون هیچ غم و اصلا کلا هیچی، بری بالای کو همجوری بدون نه پول هیچی، اصلا درد و غمی هیچی، یه جا بشینی فقط طبیعت رو نگاه کنی، اصلا به همون لحظه فکر کنی، نه آینده من این کار کنم موفق میشم، من اون کار کنم خوبه، اون کار کنم اون بعد این کار کنی نمیشه. خسته شدم. مخصوصا وقتی بی‌انگیزه میشی، اصلا انگار زندگی باید بیهوده است، اما یه کاری وقتی موفق انجام میدی خیلی خوبه، اما وقتی یه کاری بیهوده انجام میدی اصلا توصیفش سخت. نمیدونم چرا، اما کلا به اینا یه ذره میام این بالا، یه ذره دند و رنجام، یه ذره باد میخوره به مغزت، اکسیژن اصلا یه جور دیگه میشم، یه ذره انرژی پیدا میکنم. وقتی همش به فکر کارم، درد رنج اون کلا مغزم میترکه، مغزم 24 ساعت این کارو بکن، بیورزه تو، اون خوب بود اون بد بود، این کار نمیگیره اون کارو میخوام بکنم بده، نمیگیره، نمیشه 24 ساعت کار از اون بکش، کار کن، حمالی کن، اون کارو بکن. نمیدونم 24 ساعت دنبال کار اون ور، به جایی که دنبال پیشرفت باشه آدم. نمیدونم اینم شاید سرنوشته، هر کسی سرنوشت داره، همه نباید بالا باشه، اما من دوست دارم بالا باشه، دوست دارم بهش تلاش کنم. نمیدونم اما میخوام که کسی شاید آدم رو ببینه فکر نکنه هیچ رنج و دردی توده، اما واقعا بعضی وقتا اصلا میخوام اصلا برم داغونم اعصابم دیگه نیست، اصلا خودم تو مغزم فکر میکنم اصلا یه جور دیگه میشم، مخصوصا وقتی زیاده تو کار رو فکرش میکنم، مخصوصا اون موقع اصلا میگم وقت داره میگذره، چرا نمیشه، چرا این کارو میکنم نمیشه، چرا این همه اونسم 50 نفر تو مغزش، اصلا میخوام برم هیچی ندونم، برم بالای کو، اصلا از زندگی، از خرج، برم یه جایی اصلا هیچ کیو، فقط یه جا بشینم، فقط به همون لحظه فکر کنم طبیعت، زندگی، اصلا بدون هیچ دغدغه‌ای. من تو مغزم چی میگذره، هر کسی نمیده آدم تو مغزش اصلا چی میگذره، خدا میدونه. به نظر من اصلا سرنوشت اصلا خدا تعیین میکنه چی جوری باشه، یکی تو اون ور جهان، یکی این ور جهان، یکی تو فلسطین قصه میمیره، یکی اینجوری گرون میشه 24 ساعت بعد گرگ باشه. الان یک نفر تو مملکت نیست گرگ باشه، میگم گرگ نباشه، همه گرگ، ساده باشی میخورن، اصلا داده به جای بدی میره. من میخوام خوب باشم، نمیشه. میخوام تلاش کنم، من انگیزه ندارم بعضی وقت، نمیدونم، خدا میدونه.
ببخشید بچه، سرتون زیاد درد میکنم. نمیدونم، خدا میدونه، فقط اشکم در اومده اصلا.